بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت تمام عزیزا و دوستایی که مورا از هر گوشه و کنار دنیا بیننده ویدیوهای از ما مورا در یوتیوب دنبال نیم. بنده همگی شما آرزوی موفقیت دارم، جان جوری انشالله را که جور باشید. دوستا امروز هستیم خدمتشون با یک ویدیوی اصطلاح کمکی بگیم دیگه. که در تصویر مشاهده انید در خانه خودگون می در کنار ما یک برار از موزی داخل منطقه سید محمد شاه آقا از قریه شیبار. کسایی که همزی داخل منطقه مطمئنا میشناسه آشنایی داره و ایام که از بیرون حال ما تلاش نیم که برایش معرفی کنیم و یکی به خاطر چی و چی مشکلات داره اینج پالوی از مو هم در امروز باشون شریک میدیم. دوستا سید محمد شاه آقا از ایران تازه هم ده حدودا تیرمان ده تابستان هم ده تابستان که گذشت شد خودونشم از شرایط ایران با خبر بودیم که خیلی از مهاجرین اونایی که در خانه والا و جامعه جردی کار میکردن متاسفانه امادن همهش در وطن. به هر حال سختی ها و مشکلات ها را خود سید محمد شاه هم رایشون صحبت نه. آقا سید اگر بگی که چیز تکلیفی داره مثلا چه مدت میشه تا بالده مثلا تداوی ده اگر خود تو همون یک مختصر هم رای کسایی که موضوع را در تصویر روش نه بگی خوب میشه. سلام دوستای عزیز، در جای کسی اینجور و سلامت و موفق باشین. دوستای عزیز، ما تابستان از ایران هم ما در ایران در کارخانه سنگبری کار میکردیم. همونجی بالاخره کارهای سنگبری خیلی کاری سخت بود، ما که مجبور بودیم دیگه شغلی بلد نبودیم. کمر ما اونجی درد کرد، بعد رفتیم دکتر عکس گرفت، توق کرد، گفته که مورای کمر از تو آسیب دیده، دیگه تو کار نکو، کار نمیتونی، ممکن داره که فلجم شو اگر ازی بیشتر شنه. دیگه در ایران هم تداوی کردم و قدش خرج گران بود، پول نداشتیم. ایران هم که ما میرفتیم بیشتر از یک سال نو کار نمیتونستیم، تا خرج مصارف را بود و دیگه خرج خانه بود، نتونستیم که پیسه بیاریم، نتونستیم کار کنیم. اینال ما دیکس کمر درم و قدش ایالم زیادیم، خرج دکتر رو ندارم. شما دوستای عزیز، بینندای عزیز امیدواریم که امروز ما همکاری کنید، کمک کنید که ما دکتر برم که دکتر ببینیم چی میگه، که نیاز در عمل ده یا به طریق دوا خوب میشه چند دوره دیگه. شما امیدواریم که امروز ما کمک کنید. دستشون درد نکنه. یک جهان تشکر. ما پالوی آقای بهیش اندو که امروز ما همکاری کنه، خودشون هم ما رو میشناسه، کسایی که هم در منطقه ما رو میشناسه، از وضعیت ما، از مشکلات ما جور و سلامت باشین دیگه. زنده باشی. دوستا ما در ادامه صحبت های سید محمد شاه آقا و تفصیل و تفسیر چی خدمت شما عرض کنیم که سید محمد شاه آقا خود چه که گفت که تکلیفی کمر داره یا دیسکی کمر پیدا کرده در ایران، بان که دکتر رفته مراجعه کرده، دوا هم دیده استفاده کرده، متاسفانه خوب نشده و اون پس هم در اینجی در وطن اینجی برادر اینا دو برادر دیگه در واقع برادر کلانچ هم اینجی در داخل منطقه مصروف کارهای زراعت و زمینداری بیخوانی و سید محمد شاه آقا کارگر خود چیه، بچه هایش خورده، بچه کلانچی مکتب می صنف یک یا صنف دوی مکتب دیگه. این درآمدی که بیتینه است توسط از اوی تکلیفی را مداوا کنه یا تداوی کنه واقعا چی نداره و مخاطر رو آورده که همین مشکل خورده همراه شما دوستایی که هر کس در حد توان کنه جبری نیه ویدیو را سیل که نگر ویدیو پذیریش و قبولشون بوده در حد توان همراهش همکاری کنید. لطف منین سید محمد شاه آقا از این تکلیفی از این مریضی انشالله را که خلاص نجات یک پدر یا یک مادر در واقع تنها نجات خودش نیه، در همون نجات
خانوادهش سلامتی دمو اطفال و خلاصه اونو هم کسته میرسه. آقا صاحب را نمود که در تصویر سیل پای راشی میگه زیادتر شبانه زیادتر نه تا که روز بیگرده و یک کمک چیشنه از وقتی هم بازم درد مونه ولی او درد کشه مونه چی نیه خوب میشه. ما از تمام عزیزایی که ویدیو را سیل نه تقاضا یا خواهش داریم که همراه سید محمد شاه آقا کمکش نه انشالله را تایی که بیتینه در کنار خانواده خود زن بچه خود صحتمند سالم کاربار و در زندگی برسه. دیگه وقتشون را نمیگیریم. موفق باشین، سلامت باشین. دیگه واسه کدام گفتنی دیگه نداری؟ سلامت باشید. یک جهان تشکر. دوستان که در پایین ویدیو نمبر واتساپ رکوشین، هر کس اگر تمایل داشت لازم دیدین میتونیم که دمو نمبر واتساپ پیام بلید. ما میتونیم که یک پول ارتباطی بین شما و سید محمد شاه آقا باشیم، یا هر کس اگر داخل منطقه خودش رو میشناسه میتونه اکید در خودش روان کنه. اگر سر از ما اعتماد دارید بر از ما روان کنید و تلاش نکید و وجه احسن و خوبتر و بهتر تحویل سید محمد شاه آقا بید. بیشتر از این وقت شما نمیگرم. موفق باشین. خدا نگهدار و سلامتی.